مال و سلطنت. این دو اهل دنیا بسیار بر آن متمرکز هستند و تصور میکنن که این دو سبب نجات و جاودانگی آنها میشه. یا به قول امروزی ها میگن پول روی سنگ بذاری راه میفته. بله ممکنه در این دنیا کارها با پول رواج پیدا بکنه، با زور، با سلطنت، با مقام، با نفوذ، با پارتی، با آشنا. در این دنیا بعضی کارها رواج پیدا بکنه، ولی این خیلی فهم کوتاهی هست که انسان تصور بکنه که در روز آخرت هم این کارساز است. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه ویل لکل، سوره همزه، میفرماید که جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده. مال را جمع میکرد و اون را حساب میکرد، 1 میلیون، 2 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون، 1 میلیارد، 10 میلیارد، حساب فلان بانک پره، حساب فلان بانک پره، هر روز اینا رو کنترل بکنه. یحسب ان ماله اخلده، گمان میکرد که این مالش او را خالد میکند، او را جاودان میکند. مال داشته باشی همه چیز حله، هیچی حل نیست. ایمان وجود نداشته باشه هیچی حل نیست. نه پریشونی آدم برطرف میکنه، نه اینقدر ابر ثروتمندان در جهان هستن که نمیتونن مدیریت خانمشون رو در خونه بکنن، نمیتونن بچه خودشون رو مدیریت بکنن. روزی چند میلیون فرزندش ازش میگیره، تاراج میکنه، لطوپار میکنه، صرف میکنه، داغون میکنه، میسوزونه، بازم طلبکار پدرش هست. بله ایمان وجود داشته باشه مالم خوب است. انسان با الله ارتباط درستی داشته باشه، مال یکی از نعمات ارزشمند الله سبحانه و تعالی در این جهان هست. او تصور میکرده که مال که داشته دیگه همه چیز حله. اینجا که میاد میبینی که نه، کاری از پیش نمیبره، وضع او خرابه. به همین خاطر میگه ما اغنا عنی مالیه، مالم مرا بی نیاز نکرد، کاری از من پیش نبرد. هلک عنی سلطانیه، سلطنت و قدرت و صندلی نشینی من از من رفت، هیچی نیست. اینجا دیگه کسی سلامش هم نمیکنه. نزدیکترین هایش، آدم دو تا نزدیک داره، یکی طایفه و خانوادهش هست، یکی دوستانی که لاف دوستی بهش میزنن. تو دنیا همین دوتا رو داره آدم دیگه. کسانی که ادعای رفاقت و دوستی و فدایی هست، مدعی فدایی بودن هستن، و خانواده که هر دوتا روز قیامت از او دور میشن، مدعیش هم میشن. دوستان صمیمی دشمن هم دیگه میشن. سلطنت آدم اینطوری برباد میره. الله سبحانه و تعالی اونجا میفرماید لمن الملک اليوم، مملکت امروز از آن کیست؟ لمن الملک اليوم. ما در اول نماز خودمون مرتب این رو یادآور میشیم به خودمون از قول الله سبحانه و تعالی که الله مالک یوم الدین هست، و در تلاوت و قرائت دیگری ملک یوم الدین، مالک روز جزا و پادشاه روز جزا. تمام پادشاهان بربادن. اونی که امروز میتونه با یک دستور هزاران موشک قاره پیما را شلیک بکنه، اون روز شلوار پاش نیست، شلوار پاش نیست. با اونی که درخت باغچه کاخش را کود میداده مثل همن، هر دوتا مثل همن. زورشون، قدرتشون، مالشون، ثروتشون، صندلیشون، همه مثل همه. ما اغنا عنی مالیه، مالم مرا بی نیاز نکرد. هلک عنی سلطانیه، سلطان من از من هلاک شد، از دست من رفت، برباد رفت.